سیستم هاضمه بدن انسان‌ها بسیار مغلق بوده و متشکل از اعضای مختلف می باشد که شامل ریکتوم، روده‌های بزرگ، روده‌های کوچک، پانکراس، معده، جگر، کیسه صفرا، مری و غدوات لعابیه‌ای که در دهن موقعیت دارند می باشد. در ابتدا غذا در دهن توسط دندانها میده شده و با لعاب افراز شده توسط غدوات لعابیه یکجا می گردد. لعاب دهن حاوی یک انزیم به نام امیلیز می باشد که هضم کربوهیدرات ها را از دهن آغاز می نماید. امیلیز کربوهیدرات ها را به پارچه های کوچکتر تجزیه می نماید. مخلوط توپ مانند غذا و لعاب دهن که به نام بولس نیز یاد می گردد توسط حرکات زبان به طرف مری انتقال داده شده و بعداً توسط حرکات مختلف مری به طرف معده انتقال داده می شوند. مجرای داخلی مری که به نام لومن مری یاد می شود دارای قدرت الاستیکی بسیار بالا بوده که می تواند لقمه های غذایی دارای اندازه های مختلف را از خود عبور بدهد. جدار مری از طبقات مختلف ساخته شده است و این طبقات در تمام طول کانال هضمی ادامه دارد. دو طبقه عضلات خارجی مسئول به وجود آوردن حرکات پریستالتیک می باشند. حرکات پریستالتیک سبب انتقال لقمه غذایی از دهن و معده می شود حتی اگر شخص به حالت سرچپه قرار داشته باشد. از این قسمت به بعد هر عضو به نواحی مختلف تقسیم می گردد. معده دارای ساختمان مشابه به مری می باشد. یک طبقه عضلات طولانی در قسمت خارجی جدار معده وجود دارد. در تحت عضلات طولانی عضلات حلقوی موجود است و در تحت عضلات حلقوی یک طبقه عضلات مایل نیز موجود است و پایینتر از آن غشای مخاطی معده قرار دارد. جدار داخلی معده دارای غدوات به نام گاستریک گلندز می باشد که مخاط تولید نموده و جدارهای معده را از اسید معده محافظه می نماید. تولید اسید معده توسط دیدن، بو کردن و یا حتی فکر کردن در مورد غذا تنبیه می گردد. حدود 1 الی 2 لیتر افرازات معدوی روزانه تولید می گردد. از آنجایی که مری دارای مخاط محافظوی مانند معده نمی باشد، بناهن توسط یک معصره به نام کاردیاک اسفنکتر از معده جدا شده است. وقتی یک لقمه غذایی به این ناحیه می رسد، معصره کاردیا استرخا نموده و لقمه غذایی مذکور داخل معده می شود و بعد از عبور آن معصره مذکور دوباره تقبض نموده و از بازگشت غذا و اسید معده به مری جلوگیری می نماید. افرازات معدوی شامل هیدروکلوریک اسید، پپسین انزیم، انترینسیک فاکتور و لایپیز انزیم می باشد. علاوه بر مواد مغذی، بعضی اوقات غذا حاوی باکتریاهایی می باشد که می تواند به بدن ضرر برساند. اسید معده یا هیدروکلوریک اسید قادر به از بین بردن یک تعداد زیاد باکتریاهای مضر می باشد. همچنان هیدروکلوریک اسید پپسینوژن افراز شده توسط غدوات معدوی یا گاستریک گلندز را به پپسین تبدیل می کند. پپسین توانایی تجزیه پروتئین ها را در معده دارا می باشد. برای جذب ویتامین B12 در روده‌های کوچک فاکتور داخلی یا انترینسیک فاکتور ضرورت است که توسط غدوات معدوی تولید می‌گردد. ویتامین B12 جهت سالم بودن حجرات عصبی و کرویات سرخ خون ضروری میباشد. همچنان در تولید DNA نیز کمک مینماید. انزیم لایپیز برای هضم شحم
توسط غدوات معدوی افراز گردیده و سبب تجزیه یک ترایگلیسیرید و یک مولکول فری فتی اسید و یک مولکول دایگلیسیرید می شود. از این جمله صرف فری فتی اسید توسط بدن جذب گردیده و هضم مؤثرترش هم در روده های کوچک صورت می گیرد. از اثر تاثیر افرازات معدوی و حرکات معده که تقریبا در هر 20 دقیقه یک بار اتفاق می افتد، بولس ها با هم مخلوط گردیده و به یک حالت نیمه مایع تغییر می کنند که به نام چایم یاد می گردد. در اوایل چایم مذکور بنابر موجودیت معصره پایلور یا پایلوریک اسفنکتر نمی تواند وارد اثناعشر گردد. معصره پایلور فقط در حدود چند میلیمتر باز می شود، بنابراین کتلات بزرگتر از آن عبور نتوانسته بعد در معده باقی می مانند. در قسمت اول روده های کوچک که عبارت از اثناعشر می باشد، صفرا و افرازات پانکراسی از طریق امپولا آف ویتر به داخل لومن روده های کوچک ریخته و با چایم یکجا می شود. افرازات پانکراسی حاوی انزایم ها و پروانزایم های متعدد می باشد. برای اینکه اینها بتوانند به درستی عمل نمایند، یک pH بالاتر از pH محیط معده ضرورت است. بدین منظور افرازات پانکراسی حاوی سدیم هیدروژن کربنات می باشد. هیدروژن کربنات قادر به خنثی‌سازی اسید موجود در چایم بوده و درجه pH محیط مذکور را به 7 و یا 8 می رساند. افرازات پانکراسی همچنان حاوی پروانزایم ها می باشند مانند تریپسینوژن که توسط انترال کاینیز افراز شده از جدار اثناعشر به تریپسین تبدیل می شود. تریپسین باعث جداسازی پروتئین ها و فعالسازی تریپسینوژن های دیگر به تریپسین می گردد. همچنان الفا امیلیز که قبلا در قسمت دهن به آن اشاره نمودیم نیز در اینجا موجود می باشد که پروسه هضم کربوهیدرات ها را ادامه داده و آنها را به پارچه های کوچکتر مالتوز و ایزومالتوز تجزیه می نماید. همچنان لیپیز صفراوی قادر به جداسازی دو مولکول فری فتی اسید می باشد. چنانچه قبلا اشاره نمودیم لیپیز معدوی صرف یک مولکول فری فتی اسید را آزاد نموده می تواند، چون صفرا شحم‌ها را به شکل تینی دراپلتس تجزیه می کند. بنابراین لیپیز صفراوی پروسه هضم شحم‌ها را به شکل بهتر انجام دادن می تواند. این پروسه به نام امولسیفیکیشن یاد می گردد. صفرا توسط جگر تولید شده و در کیسه صفرا ذخیره می گردد. در وقت نیاز صفرا از طریق امپولا ویتر به اثناعشر می ریزد. پانکراس نیز افرازات خود را از طریق امپولا ویتر به اثناعشر تخلیه می کند. روده های کوچک متشکل از 3 قسمت می باشند: دودینوم، جیجینوم و ایلیوم. ایلیوم در قسمت پایین سمت چپ بطن به روده های بزرگ وصل می گردد. دودینوم و جیجینوم دارای التواءات حلقوی جهت افزایش سطح تماس با غذا می باشند. این التواءات در حدود 1 سانتی متر به طرف داخل لومن روده های کوچک پیش برآمده هستند. سطح این التواءات توسط بارزات انگشت مانند کوچک به نام ویلای ها پوشانیده شده است. ویلای ها نیز سطح تماسی را افزایش می دهند. ویلای ها در حدود 1 میلیمتر ارتفاع دارند. هر ویلای دارای عروق شعریه کوچک و سیستم لمفاوی جداگانه می باشد. مواد غذایی که اینجا به رنگ سبز نشان داده شده اند توسط ویلای ها جذب و وارد عروق شیریه خونی می گردند.
بعضی مواد غذایی مانند گلوکوز به انتقال دهنده نیاز ندارند و خودشان به آسانی داخل دوران حرکت می کنند، اما بعضی مواد دیگر مانند آهن به پروتئین های انتقالی مانند ترانسفرین جهت انتقالشان نیاز دارند. شحمیات توسط کیلو مایکرون ها که یک نوع لیپوپروتئین می باشند انتقال می یابند. ترایگلیسیرید ها جهت انتقال توسط لیپوپروتئین ها احاطه می گردند. ویلای ها توسط مایکروویلای ها پوشانیده شدند که سطح تماسی را به مراتب افزایش می دهند. قسمت اخیر روده های کوچک الیوم است، اما برعکس جیجینوم و دیودینوم دارای التواءات حلقوی نمی باشد. الیوم الکترولایت ها مانند کلسیم را جهت ساختن استخوان ها و دندان ها جذب می کنند. همچنان عناصر کمیاب مانند زنک را جهت تولید اسپرم و سیستم ایمنی جذب می نماید. ویتامین ها مانند ویتامین B12 را جهت تولید و پختگی کرویات سرخ خون جذب می نماید. همچنان اسیدهای صفراوی باقی مانده را جذب نموده و از طریق دوران خون به کیسه صفرا دوباره انتقال می دهد. چنانچه قبلا یادآوری کردیم، غذا توسط حرکات پریستالتیک به طرف پیشرو حرکت داده می شود. پروسه مخلوط نمودن مواد توسط حرکات سگمنتیشن صورت می گیرد. روده های بزرگ نسبت به روده های کوچک ضخیم‌تر بوده، لکن در حدود 1 متر طول دارند و باز. روده های کوچک توسط الیوسیکل والو به روده های بزرگ وصل شده اند. روده های بزرگ مانند روده های کوچک دارای ویلای ها نمی باشند. به طور تخمینی در روده های بزرگ در حدود 100 میلیارد باکتریا وجود دارد که در یک تعداد پروسه های حیاتی بدن مانند تولید ویتامین ها با ارزش هستند.